خب سوال دیگری که کردن بابای حاجی میرزا، مردها زنی روس میگیرن و بعد چند جدا میشوند، این چی معنی دارد؟ سوال دیگر، یک پسر با یک دختر شیعه مذهب نکاح کند جایز است؟ التماس بسیار مهم است و فرق شیعه است. خب سوال دیگری که کردن بابای حاجی میرزا، مردها زنی روس میگیرند و بعد چند جدا میشوند، این چی معنی دارد؟ البته برادرای عزیز و گرامی، گرفتن زنی روسی که اهل کتاب باشد برای مرد مسلمان جایز و درست است، لیکن من از وقتش میگفتم که شما حرکت کن از همین ملت خودمان بگیریم، از اون ملت ها زن نگیریم، زیرا که ما با اونها موافق نیستیم. ما مثال او زنداری را که ما از پدرها و اولادها و شریعتمان آموختگیم، با او زنها مقصد ما او زنداری را کردن نمیتونیم. برای همین من بسیاری زندارها تونه دیدم که در روسیه در کدام احوالن اونها، فقط نامی اونها زنای، فقط در نکاح تای دیگر تمام. برای همین بهترش همین برادر است که خطا اینقدر پستی بدم نکن، خطا اینقدر در بین یار و رفیقات و شریعت به قدر و مثال نامناسب نکن، ولی بسیار آرزو و حواس زنگیری داری، بیا از ملت خودت زن بگیر. انشاءالله ملت ما الحمدلله رب العالمین که بهترین زنها هستند و با اینها انشاءالله زندگی تو خوب میشد و یکدیگر شما میفهمید. سوال دیگر، یک پسر با یک دختر شیعه مذهب نکاح کند جایز است؟ التماس بسیار مهم است و فرق شیعه سنی در چیست؟ اگین یک موضوع کلانی است که شیعه سنی چی فرق دارد، ولی نکاح برادر عزیز انا شیعه با سنی همون عقیده بسیار باطلی که دارد، که حتی همین قرآن، شما میدونید که همین قرآن اهل تشیع برادر عزیز، یعنی با همین طریقی که در دست ما هست با همین طریقش قبول ندارد. یعنی این قرآن برادر عزیز قرآن اصلی که اهل تشیع اعتقاد دارد، یعنی این اون قرآن نیست برادر عزیز. و دیگر بدی هایی که اونها دارن، وقتی که قبح میگن، وقتی که توهین میکنن، حقارت میکنن، چه از ابوبکر صدیق، چه از عمر فاروق، چه از عثمان ذوالنورین، برادرای عزیز و گرامی این بسیار خطر کلان دارد. در مذهب خودمان اگر اینها را کسی حقارت کنه وی مسلمان نیست، یا اینکه اینها وقتی که با عایشه مادرمان توهین دارند یا همون تهمتی را که در حق عایشه کردن اینها او را حقیقت میشمارند، اینها بر مقابل آیتایی که برای پاکی عایشه آمده است در مقابل آیت ایستادند. چگونه با این خیلی اعتقاد ما او را نکاح کرده میگیریم؟ برای همین این نکاح اینها با همین عقیده برادر عزیز درست نه. از همین عقیده شون توبه کنن، انشاءالله بعدا نکاحشون درست میشود.